سلام رفقا، خوش اومد به ویدیو جدید. امروز قراره فارم خفن که یه فارم پشماشه رو بهتون یاد بدم که خیلی فارم خفنیه دیگه. خودتونم میدونید واسه چی روی ویدیو کلیک کردید، دنبال پشم میگردید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو که وسایل فارم رو بهتون نشون بدم. وسایل این فارم چیز زیادی نیست که توی همین چسته که حالا تعداد وسایل رو خودتون توی ویدیو ببینید. همین هستش وسایل که حالا شما به جای گلس میتونید یه بلاک دیگه استفاده کنید. حالا من گلس استفاده میکنم و این دو نوع ریل رو باید داشته باشید، پاور ریل و ریل معمولی، دیسپنسر و ابزرور و بقیه وسایلی که میبینید و از هر رنگی هم میتونید استفاده کنید توی این فارم، چون گوسفندا رو میتونید به هر رنگی رنگ کنید و هر رنگ دلخواهتون میتونه باشه. برای ساخت این فارم اول شما باید بیایید به یه فضایی که یه ابزرور بذارید که صورتش به این سمت، حالا من اشتباه گذاشتم، این صورتش باید به این سمت باشه. حالا من ابزرور بردارم، صورت ابزرور باید به این سمت باشه. الان بهتون نشون میدم، بلاکو بکنید صورتش به این سمت باشه و حالا دوباره بلاک ابزرور یه گرس میذارید جلوش و یه دیسپنسر هم میذارید بالای ابزرور و بعدش میاد پشت ابزرور یه دونه ردستون رو میذارید همینطوری که میبینید و حالا بعد اینکه این ردستون رو گذاشتید و به توی دیسپنسر و یه دونه شیرز بذارید و حالا توی هر یه دونه از خونه‌هاش میشه گذاشت. حالا ما یه دونه بلاکامون رو میگیریم تو دستمون و به این شکلی که میبینید بلاک میذاریم و این شکلی که شد یه دونه گوسفند رو باید با استفاده از گندم بیاریم اینجا. حالا من میارم اینجا و مثلا هولش میدم این تو و جلوش سری میبندم و بعدش میایم اینور و حالا باید اینجا رو بکنیم و بریم پایین. دقیقا باید زیر بلاکی که این گوسفند هست رو پیدا کنیم که میخوایم آیتماش رو جمع کنیم. بفهم اینجا رو خراب میکنید تا پیدا کنیم این بلاکیه که زیر گوسفند است و حالا شما باید اینجا رو این شکلی میبینید این شکلی باید درست کنید. 5 تا بلاک اینطوری باید زیرش باشه. حالا شما چستتون رو میذارید این جلو. حالا من از این بغل برم و میاد یه هاپر رو از پشت میچسبونید اینطوری بهش و حالا که هاپر رو چسبوندید دوباره من از این رد شم. حالا دوباره باید اینجا این بلاک رو هم باید خالی کنید. حالا این 3 تا بلاک وسطی رو باید بپوشید همینطوری و این رو خالی کنید و حالا باید یه ردستون تورچ این ور بذارید و یه نمیبر. حالا من اول ریل رو بذارم. 3 تا ریل عادی این وسط باید باشه و 2 تا پاور ریل هم یه دونه این ور یه دونه اون ورش باید باشه. همینطوری که میبینید یه دونه میذارید این ور و یه دونه میذارید اون ور. خب حالا ردستون تورچ رو میگیرید تو دستتون و یه دونه میذارید اینجا یه دونه میذارید این ور که این پاور ریل ها رو روشن کنه. حالا تقریبا فارم ما آماده است، فقط مونده که یه دونه چیز بزنیم. اسمش چیه؟ یه دونه مارکر با هاپر بزنیم. حالا ولی باید یه بار اول بیاید این گوسفندا رو پشمشون رو بکنید تا فارم شروع به کار کنه، تا گوسفند زیر پاشو بخوره و دیسپنسر تشخیصش بده و نه ابزرور تشخیصش بده و دیسپنسر شروع به کار کنه. حالا بذارید تا ببینیم میکنه کارش. حالا شما میتونید این رو هم اینطوری خالی کنید و به چستتون دسترسی داشته باشید. این دو رو از خودتون میتونید تنظیم کنید، اینطوری نکته‌اش رو میبندید و میتونید دسترسی به چستتون داشته باشید و میتونید از خروجی این فارم استفاده کنید و کلی بیلد خفن توی مپتون داشته باشید. و مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و برای ایده ویدیوهای بعدی یه کامنت بذارید که خیلی خوشحال میشم.